صحنه رقابت میبراید. تیمور رحیموف روی تصویر گرافیکی از سمت چپ است. ورزشگر 23 ساله تاجیک که مراتبه دوم در برابر لوکاس کرپالک حریفش از جمهوری چخ قرار میگیرد. ورزشگر این هم ژان کلود جیمبی از گامبیا داور درجه المپی است. ابتدا لوکاس کرپالک با صحنه رقابت میبراید. لوکاس قهرمان بازی های المپی و همچنین 2 کرات قهرمان جهان در کارنامه اش است. 2 مراتبه گرند اسلم رو بریده است یا پیروز شده است. تیمور رحیموف ورزشگر 23 ساله تاجیک، ورزشگری که برای به دست آوردن نشان برنجی تلاش میکند. در گرند اسلم ها 1 مرتبه تا به همین مرحله رسیده است و زینه 5م گرفته است و 1 مرتبه دیگر زینه 7م. رقابت تیمور رحیموف باز یک رقابت تاریخی دیگر خواهد بود و ببینیم در برابر این قدرت جدای جهانی آیا از اصول و سبک جدید استفاده میکند و موقع قپیدن کرپالک راهی گریز از اصول حریف میجوید. ببینید چگونه موقع خوب دارد. حلوک معمولی داخله که بعضا بر ضد حمله ها سبب می شود و ورزشگری که حریف را محکم میقپد ضد حمله میکند او موفق خواهد شد. لحظه های اول تیمور رحیموف با پشتی گریبان حریف یا با پس گریبان حریف یک حمله بسیار خوب کرد ولی باز پس آن را رها کرد. بار دیگر پایزنی میکند. اجرای اصول از سوی تیمور رحیموف به همین ترتیب اگر فن اجرا شود واقعا لحظه تاریخی خواهد بود. کرپالک کارد زرد جزا میگیرد به سبب از مربع بیرون شدن. آیا جنبی داور مرکز کارد زرد را میدهد؟ نداد. ببینید چگونه تا لحظه پایانی از اصول تیمور رحیموف گریخت ولی داور آگاهی نداد. قپیدن موافق. این مراتبه اگر همون گریز از اصول حریف صورت بگیرد پس برتری تیمور را خواهیم دید. بسیار خوب شروع کرد تیمور در لحظه های اول و به نظر می رسد که ببینید حرکتی شاید دروغین باشد یا داوران با سبب یک زل قپیدن با سببی بله ببینید فال شتک شیدو با لوکاس کرپالک قهرمان جهان در برابر تیمور رحیموف در حال شکست خوردن است. اما این هنوز پایان کار نیست. قبل از اتفاق هنوز لاف یا شادی نمی کنیم. باشد که اجرای فن را ببینیم. اما اجرای فنی ببینید خواب به چه شکل صورت میگیرد با موی نگ و به همین ترتیب در بخش کنترل حریف در نوازه نیز کوشش میکند. تیمور یک امتیاز داد. ببینید به چه شکل. این از زمره همون اصول های بود که کرپالک در چمپیونات جهان در توکیو استفاده کرده بود و بر حریفان قدرتمندش پیروز شد. تیمور هم امروز در فرم ایدئالی و خوب به نظر می رسید از لحظه های اول و همان قدرت و توانی که در رقابت های اول داشت در برابر این حریفش نیز نشان بدهد. احتمال تواند به یک وزری حریف جواب گرداند. موقع قپیدن خوب ولی باز همان فندی خوب. این هیچ چیز نباید باشد. ببینید چگونه از ضد حمله میکند. یک راه فرار در حالی که تیمور رحیموف نزدیک شد مسافه خود و هماورد یا حریفش رو نزدیک میکرد برای پرتاب کردن ولی کرپالک ببینیم چگونه اجرای اصول کرد. نه اینجا وزری نیست. رقابت ادامه مییابد. تیمور رحیموف شانس دارد برای جواب گردانیدن به همین امتیاز ناکامل حریف اگر عمل کرد یا اجرای فن باشد. قپیدن خوب
و اجرای فناکنون از سمت پشت موقع خوب است، ولی کرپالک هم فوراً احساس میکند که همین سمت چپی تیمور رحیموف و بار دیگر به همین روش میگذرد و موفق میشود. و ببینید شادی کرپالک از آن جهت است که یک حریف قدرتمند، یک جوان در حال ظهور را از صد راه برکنار کرد و موفق شد تا مدال برنجی بگیرد از گراند سلم انتالیا. این مراتبه دوم شد که تیمور رحیموف تو برای به دست آوردن مدال برنجی در گراند سلم ها شرفیاب می شود، ولی در مرحله اساسی ناکام می ماند. و کرپالک باشد این چهارمین نشان برنجی بود که به دست آورد. 7 بار تا مرحله فینالی رسیده است کرپالک در گراند سلم ها و از 7 مراتبه 2 بار نشان طلا گرفته است و 5 بار نشان نقره. لحظه های اولی به صحنه رقابت وارد شدند. تیمور رحیموف خود را هم با غرور سر سینه پنجه میزد، ولی در عین رقابت ببینید این فنی که اجرا کرد خود را به پشت پرتافت و بعدا حریف را. این اصطلاح را تا نگه میگویند دوستان عزیز، با تاجیکی چگونه میتوان این را شرح داد. خود را به پشت پرتاب کرد، بعدا با حرکات پای یا قدرت کمر یک ورزشگر سنگین وزن را ببینید به چه شکل از یک سو به سوی دیگر توانست که هوا بدهد. اینجا قدرت دستان از نقش مهم بازیدند، چون از گردن تیمور رحیموف نیز بسیار محکم خپیده بود. به این شکل از قسمت پشت گریبان یا پس گریبان و این بود همان جنبه های پیروزی در رقابت کرپالک در مقابل تیمور رحیموف، ورزشگری نامآفر تاجیک. تیمور هنوز در اوج قدرت ورزشی خود هست، ولی امروز قدرت های باز هم زیادتر هم در عرصه جهانی هستند و تیمور از این نباید نگران باشد، چون که او علاقه با گرفتن امتیازی که برای کسب سهمیه بازی های المپیک بسنده است یا کافی است مشرف شده است. ما هنر و استعداد تیمور رحیموف را در بازی های المپیک انتظار هستیم و تا برگزاری بازی های المپیک ورزشگران ما در مسابقات قهرمانی آسیا یا در چمپیونات آسیا نیز اشتراک میکنند و همچنین در چمپیونات جهان که این هم باز شانس تجربه گرفتن در برابر ستاره های درخشان دنیای جدا است. یک ادای احترام بسیار صمیمی در لحظه پایانی رقابت تیمور رحیموف و